آب میخوری؟ نه دیگه، دلم باد کرد از بس که آب خوردم. وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده، حالا که همه جا رو به هم ریختی فهمیدم کی اومده. آخه مثل یک کفتر. راستی از خاله چه خبر؟ هنوزم رخت میشوره؟ تو چه خوب یادته ها. خب میگفتی. اسمش مرجی بود، یعنی مرجی صداش میکردن. گفت بیا تهرون. گفتم واسه چی؟ گفت همکاری. گفتم با حیا، این همه سال تلویزیون واسه یه برنامه کودک؟ گفت قاطی هم داره. گفتم قاطیش دیگه چیه؟ گفت قاطی کردن. آره اومدنه به کسی بد نگفت